صبح هنوز چشمانش را باز نکرده بود که جاناتان بالهایش را باز کرد. آسمان نیمه ابری بود و صدای موجهای دوردست با نوک پای نور آفتاب بازی میکرد. اما او نه دنبال غذا بود نه دنبال دسته پرندگان. چیزی در دلش می جوشید، چیزی شبیه اشتیاق به پریدن، به رفتن، حتی اگر ندانست کجا. بقیه مرغ‌های دریایی از طلوع تا غروب در ساحل در جستجوی نان خشک و ماهی مانده سر و صدا می‌کردند. اما جاناتان گوشه خلوت پیدا می‌کرد، پرهایش را تنظیم می‌کرد و دوردست خیره می‌شد و فکر می‌کرد اگر می‌شود بیشتر از این پرید، چرا نه؟ مادرش نگران شده بود. می گفت پسرم، ما مرغیم نه عقاب، زندگیت را خراب نکن. پدرش آه می کشید و از ناامیدی سرش را تکان می داد. اما جاناتان نمی توانست خودش را فریب بدهد. می دانست چیزی درونش هست که از پریدن بیشتر از نان لذت می برد. برایش پرواز فقط یک ابزار نبود، بلکه یک هنر بود. می خواست بداند اگر باد از پشت بوزد و بالها کمی خم شوند چه می شود؟ اگر اوج بگیرد و ناگهان شیرجه بزند تا کجا می رود؟ او با باد گفتگو می کرد و با آسمان راز می گفت. روزی که جاناتان از ارتفاع زیاد شیرجه زد، سقوط کرد. زمین به او نزدیک و نزدیکتر شد و بالهایش دیگر تحمل نداشتند. محکم به شنها خورد. دیگران آمدند، نگاهش کردند و گفتند دیدی؟ گفتیم نکن. زخمی بود اما لبخند زد. با خودش گفت حالا میدانم اشتباهم کجا بود. باید زاویه ورودم را بهتر تنظیم میکردم. همان شب با درد اما با اشتیاق بیشتر دوباره بال زد. روزها گذشت، تمرین پشت تمرین، سقوط پشت سقوط. اما جاناتان آرام آرام چیزهایی یاد گرفت که هیچ کس در قبیله‌اش نمی‌دانست. او پرواز را حس کرده بود، نه فقط با جسم بلکه با دلش. اما قبیله تحمل نکرد. او را در برابر همه نشاندند. بزرگتر با صدای جدی گفت تو قانون ما را شکستی. پرواز بیش از حد بازی با خطر است. تو دیگر یکی از ما نیستی. تبعیدش کردند، همه چیز را از او گرفتند جز آسمان و همین برای جاناتان کافی بود. حالا که
دیگر به هیچ کس پاسخگو نبود. با تمام وجودش تمرین میکرد. آسمان تمامش شد، خانهش، دوستش و راهش. شبهایی که پرندگان در لانه خواب بودند، جاناتان در تاریکی پر میزد، گوش به صدای باد میداد و سعی میکرد در تاریکی هم تعادلش را حفظ کند. پرواز حالا تبدیل به یک عبادت شده بود. روزی در ارتفاع بالا دو پرنده درخشان در برابرش ظاهر شدند. آنها آرام بودند. چشمهایشان آرامش داشت. یکی از آنها گفت وقتشه، آماده ای؟ جاناتان پرسید کجا می رویم؟ آنها لبخند زدند و گفتند به جایی که پرواز بی پایان است، جایی که محدودیت ها تمام می شود. بدون تردید بالهایش را باز کرد و به دنبال آنها به دل آسمان دیگری رفت. انگار قلبش همیشه منتظر این دعوت بود. دنیای جدید آرام و پرنور بود. هیچ کس نگران غذا نبود. همه درباره چرخش، ارتفاع و سرعت حرف می زدند. پرواز اینجا یک علم بود، یک فلسفه. جاناتان از نو یاد گرفت. مربیش گفت تو فقط جسم نیستی، تو اندیشه‌ای هستی، اندیشه‌ای که اگر باور کند میپرد. ابتدا سخت بود چون ذهنش هنوز درگیر درد گذشته ها بود، اما کم کم آموخت که بخشیدن سبکترش میکند. روزها گذشت و او از همه تندتر، دقیقتر و زیباتر پرواز میکرد. اما دلش هنوز گاهی به جای دیگر پر میکشید. او به یاد قبیله‌اش افتاد. آن مرغ‌هایی که هنوز باور نداشتند میشود بالاتر رفت. جاناتان فهمید پرواز اگر فقط برای خودت باشد ناقص است. او باید برمیگشت. دوستان جدیدش گفتند اما آنها تو را رد کردند. جاناتان لبخند زد و گفت شاید، اما من آنها را فراموش نکردم. بازگشت در سکوت، آرام مثل نسیمی از سمت دریا. ابتدا کسی او را نشناخت. بعد آهسته مرغ جوان از او پرسید تو هم بلدی مانور بزنی؟ جاناتان فقط لبخند زد و گفت بیا نشانت بدهم و پرواز کرد، نه برای نمایش بلکه برای الهام.